در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی در موضوع عامل‌ها و جنبه‌های پسیکولوژی تندگرایی در جوانان همایش بین‌المللی برگزار شد. در قسمت افتتاحی همایش رهبریت دانشگاه، نمایندگان دانشکده بیزنس و پداگوگیکای دناو جمهوری ازبکستان، خادمان علمی پژوهشگاه روندهای سیاسی دیپلماتی و مسائل جهانی‌شوی اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پروفسوران دانشگاه در موضوعهای راه‌های جلب جوانان به حزب و حرکت‌های افراطی توسط شبکه‌های اجتماعی، زمینه‌های پسیکولوژی به غایه و رویه‌های بیگانه پیروی نمودن نورسان جوانان و امثال اینها سخنرانی و معروضه‌های پرمحتوا نمودند. ذکر شد که روند جهانی شوی که منطقاً با انتقال اطلاعاتی علاقمند است، در یک وقت جنبه‌های منفی خود را نیز داشته به ویران کردن شعور، حسیات و رفتار نورسان و جوانان آورده می‌رساند. ما امروز در نوبت اول نورسان و جوانان را از وارد شوی به چنین گروه‌های اکستریمیستی حفظ نماییم و درباره راه و اصول‌های به خود جلب کردن همین رویه‌ها را به آنها فهمانده داده به جوانان راه‌های پیشگیری کردن آنها را جستجو نماییم، چون که نورسان و جوانان طبقه گروه مخصوص آدمان اجتماعی می باشند که هر آن چیزی که شنیدند و دیدند به آنها پیروی کردن می‌خواهند. گاه‌ها می‌شود که آنها به اختیار با یک امر تصادف به این روندها وارد گردیده بعد از آن بیرون شده نمیتوانند. با تاکید ناطقان در چنین حالت‌ها وظیفه اویله و مؤسسه در اساس به حساب گرفتن خصوصیت‌های روند جهانی شوی از جمله تأثیر تکنولوژی‌های اطلاعاتی و شبکه‌های اجتماعی پیشگیری از شامل شوی جوانان نورسان به گروه‌های تندگرا میباشد، زیرا در زمان امروزه مبارزه شدید پسیکولوژی با جوانان و نورسان بی تأثیر نمیماند. در انتهای همایش بین‌المللی میان دانشمندان، محققان و اشتراکچیان همایش محاکمه و تبادل افکار صورت گرفت.